الله علیه منبری بود، حافظ کل قرآن بود، خطیب عراق بود، ولی وقتی به درک واصل شد در پرونده اعمال او نوشتن نزدیک به 100,000 شیعه علی رو کشت. حافظ کل قرآن هم. حتی بعضی ها من تو تاریخ دیدم نوشتن که از آخر به اول قرآن رو میخوند، اینقدر تسلط داشت. اما یه جانی بود، یه قاتل بود. ما زمانی ایمانمون مشخص میشه که از بالا به پایین نگاه نکنیم. زمانی ما مؤمن آل رسولیم و به تعبیر زیبا و اسم زیبای اینجا اهل آل طاهاییم که بین هم تفکیک نکنیم. ولش کن ترکه، او ولش کن لوره، ولش کن افغانیه، او این که ببخشید ما هممون زیر یک پرچم داریم زندگی میکنیم. لا اله الا الله. آقایون بدانید عمل کرده زشت بعضیا هیچ ربطی به اصل اسلام نداره. اسلام یه چیز دیگه میگه، ما مسلمان‌ها یه کار دیگه میکنیم.